بگو که چی جوری سوژه رو شناسایی میکردی؟ رد میشد میدیدیم گوشیاشون رو با ارزش بودن به نحوه قاپیدن میزدیم. گوشی ها رو به کی میفروختی؟ مولوی. مالخر ثابت داشتین یا نه به هر کی میشد میفروخت؟ نه همون مولوی خیابونه همشون مال خرن. گوشی ها رو به چه قیمت میفروختی معمولا؟ 5 میلیون 3 میلیون. خب تو این 25 تا سرقتی که انجام دادی چه من مقدار پول به دست آوردی؟ مستند عکس و فیلم از من اصلا نیستش خانم. مطمئنی؟ من نکردم. من الانم اینجا همین یه دونه رو مستند نیست ولی شاهد شناسایی کردن. الکی به تیر زدن همجور داشتی رد میشد به تیر زدن. نه میگن که اشتباه گازشگاور با خودت داشتی. اونو از کجا تهیه کرده بودی؟ باره بنده نبودش. پس برای کی بوده؟ صاحبش کیه؟ اون هم دستم داری؟ مولوی هم. از بیشتر از مولوی دو گرفته نفرید بودی؟ کلا؟ نه 2 نفر. چاقون قمه‌ای که با خودت داشتی از اصلا کجا؟ هیچ سلاحی همراهمون نبود. میگم به نحوه قاپیدن بودیم. یعنی سلاح نداشت. پس این آقا چی میگه؟ الان یعنی همه حرفای این آقا رو شما تکذیب میکنی؟ کدوم آقا؟ همین آقایی که الان داشت اینجا صحبت میکرد. من اصلا این آقا رو نمیشناسم نه چیزی. خب اصلا نیست به که هر چی بشناسیش. بوده اگرم هر چی بوده به نحوه قاپیدن بوده. هیچ سلاحی به کار نبردن. خب مگه همه دزدا کسی که میرن ازشون سرقت میکنن رو میشناسن که میگه من نمیشناختم؟ نه آخه این آقا اولش گفت 2 موتور بودن 4 نفر. بعد گفت 2 نفر بودن نگفت 2 نفر بودن. اولش شما ببینید گفت 4 نفر بودن 2 موتور بودن. بعد گفت 2 نفر بودن. بعد اول گفت من بودم. بعد گفت این بوده. نه خیر از اولم گفتش حرفاش که هیچ کدومشون با هم چیز نداشت. از اولم حرفش داشت. شما الان سارق بودی یا راننده؟ من تگ نشینه ایشونه.